دوستان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به دو تا تابع کانت ایف و کانت ایف صحبت کنیم. تابع کانت ایف میاد یک شرط رو برای ما بررسی میکنه و یک تعدادی رو برای ما میشماره و برمیگردونه. ولی تابع کانت ایفز میاد یک تعداد شرط‌های مختلف رو با هم بررسی میکنه و بعد نتیجه رو میاره. فرقشون توی تعداد شرط‌هایی که بررسی میکنن. فرض کنید الان در این صفحه که ما میبینیم لیست نامحدود دانش آموزاست. همونطور که دارید این لیست رو نگاه میکنید، اگه بخوایم به صورت چشمی تعداد دانش آموزا رو بشماریم یا تعداد نمرات رو بشماریم بسیار کار سختیه. الان اینجا یه جدول داریم، میخوایم ببینیم برای این اسامی که اینجا هست بشماریم ببینیم چند بار تکرار شده. شاید یه اسمی که 2 بار تکرار شده شاید اشتباه باشه یا هر دلیل دیگه ای. بعد در مرحله بعد میخوایم بشماریم که چند تا نمره 20 اینجا داریم. یه راهی که هستش میتونیم اینجا بیایم کنترل شیفت و ال رو بزنیم یا بیایم منوی هوم گزینه فیلتر رو بزنیم و بشماریم. اسامی رو بشماریم، نمرات رو بشماریم، به این صورت متوجه شیم که خیلی کار سخت و زمان بریه. کار دیگه که میشه انجام داد استفاده از تابع کانت ایف و کانت ایفسه. به عنوان مثال یه مثال از کانت ایف میریم، مساوی با کانت ایف میریم روش یا تب رو میزنیم دابل کلیک. از این قسمت دوستان میتونیم بنویسیم ولی شاید خب خیلی از دوستان روش مستند نباشن. این افیکس رو که بزنیم کازی باز میشه. یک چه رنجی رو میخواید برات بشمارم؟ به عنوان مثل من از روی فامیلی میخوام برم، یعنی این رنج رو برای من بشمار، این ستون رو با زدن گزینه تب، کلید تب یا زدن کلیک میایم این قسمت. میگه این مساوی با چه چیزی باشه؟ میگیم ما این اسما رو میخوایم. یه دونه میام پایین، اینجا انتخاب شد. همین اول جواب به اون میده. اوکی میکنم. میگه از این اس دوتا هست، بزنن بیاد پایین، به درگ کنم، درگ اند دراپ میشماره. الان میگه از اس برهانی دوتاست، اودیایی یکی، جوادی یکی. خیلی راحته. اگه مثلا همین الان من بیام یه دونه جوادی اینجا اضافه کنم، اصلا میشد دوتا به همین راحتی. حالا شما تصور کنید این کار بخواد به صورت دستی باشه، خیلی سخت میشه. بعدا ما میتونیم همینو ببریمش توی نمودارامون، حساسیت روش بذاریم، اگه بالا یکی بود به ما پیام خطا بده. همه اینا قابل اجراست. حالا میخوایم از تابع کانتیفس استفاده کنیم. یه شرط دیگه هم برای این کارمون اضافه میکنیم، مساویه با کانتیفس فیکس رو میزنم که با هم ببینیم چه کاری میخوایم انجام بدیم. میگیم که نامه خانوادگی رو من میخوام، رنجمه، بیا حالا توی مشابهتش این سلول رو انتخاب کن. وقتی درگ اند دراپ میکنیم خودش اتوماتیک با رفتن به سلول بعدی میاد روی سلول بعد. پس همین کافیه خط اول رو ما بنویسیم. میریم تو مرحله بعد، میگه کجا؟ میگیم که مثلا این درس رو میخوام برام تعداد نمراتش رو چه نمره‌ای باشه. میتونم اینجا یه سلول رو انتخاب کنم. پس شد این ستون توی سلول بعد هر چی که باشه انی این سلول. خود اینو F4 رو میزنم که با کشیدن به پایین عدد این سلول یعنی R1 ثابت بمونه. ولی من الان F4 نمیزنم بریم چی میشه. اوکی که بزنم میگه دوتا، میگه دوتا 20 توی. ببینید اگه مثلا این برهانی نبود و این مثلا یه اسم دیگه ای بود این میشد یک. این الان حساس به اینه که هم اسامی مشابه باشه و هم نمره 20 باشه. حالا من نمره 20 رو یعنی همین ستون R1 رو F4 روش نزدم که قدر مطلق بشه. بیاین تو فرمول، اینجا فقط R1 رو انتخاب کردم. خب بیایم اینو درگ اند دراپ کنیم. میبینیم خراب شد. چرا؟ اینجا ما
عطفش شده بودیم به سلول R1، ولی اینجا بیایم پایین میبینید همه چیز قشنگ اومده پایین. به همراه اون این سلول شرط اون اومده پایین. خب پس باید چیکار کنیم؟ بازش میکنیم، این R1 رو روش F4 میزنیم، مطلق شد. اوکی، حالا بدیم به تا پایین. این دفعه جوابی که داره میده قشنگ روش دابل کلیک کنیم میگه که من دارم از این استفاده میکنم، از این ستون و این ستون. هیچ شخص دیگه ای 20 نگرفته. به عنوان مثال اگه بیان جلوی اسم محمدیه 20 بذارم، اتوماتیک تغییر کرد. خب این دو تا فرمول کانتیف و کانتیفز دوستان جزء فرمولایی که شما کاملا بعدش مسلط باشید و هیچ وقت فراموش نکنید. بسیار هم راحته. حالا شما فرض کنید همین کار رو می‌خواستید به صورت دستی انجام بدین. پس این هم از دو تا فرمول کانتیف و کانتیفز. فرمولای بعدی که می‌خوایم آموزش بدیم و شما میتونید تو کامنت ها بنویسید و همونو برین جلو. اگه سوالی بود تو کامنت ها بنویسید با هم حلش می‌کنیم. خیلی ممنونم از لطف شما.